قصه های من و بابام، بابای خوب من، اثر اریش اوزر. شیشه های شکسته. یه روز من با توپم شیشه رو شکستم. بعد بابام به ساعت نگاه کرد، رفت تندی لباساشو پوشید. بعد گفت فر بود. بعد یهویی توپ تو کله بابا خورد. بعد بابا تا بچه شدید خیلی خوش، فربادادید خیلی خوشحال شد. شیشه های شکسته. یکی از روزهای تعطیل بود. داشتم توی اتاق توپ بازی می کردم. توپ به شیشه پنجره خورد و آن را شکست. بابام اوقاتش تلخ شد و فریاد زد: پسر جان، چند بار باید بگویم که اتاق جای توپ بازی نیست؟ از ترس دویدم و رفتم توی حیاط. بعد هم توپم را برداشتم و آهسته رفتم توی اتاق و در جای قایم شدم. بابام مشغول خواندن روزنامه بود. ناگهان دید که چند ساعت گذشته است و از من خبری نیست. خیال می‌کرد که من دارم توی حیاط بازی می‌کنم. رفت و همه جای حیاط را گشت، ولی مرا پیدا نکرد. فکر کرد که من از خانه بیرون رفتم و گم شدم. بابام توی خیابان‌ها راه افتاده بود و با صدای بلند مرا صدا می‌زد، ولی در همان وقت من باز هم داشتم توی اتاق توپ بازی می‌کردم. عاقبت بابام خسته و غصه‌دار به خانه برگشت. تا به در خانه رسید، توپ من به شیشه یک پنجره دیگر خورد. شیشه را شکست و خورد به سر بابام. نمی‌دانید چه بابای خوبی دارم. آنقدر از پیدا کردن من خوشحال شد که نگاهی هم به شیشه های شکسته نکرد.